یک غزل برای ما اهدا کنند. شاعره عزیز ملت را به این جشن بسیار مبارک تبریک و شادباش میگویم و یک غزل را از دیوان او میخوانم. غزلی که ارتباط میگیرد با کانون بسیار مطهر و کانون بسیار پاکیزه‌ای که خداوند برای هر یک شاعر جدا کرده. دل شاعر، کانونی که هر یک هنرمند، هر یک شاعر از چهار دیواریان با خداوند ارتباط میگیرد، دنیا را میبیند، زیبایی میآفریند. با تو آینه دار شد دل من، با تو آینه دار شد دل من، صد تبسم بهار شد دل من. آمدنهای بیشبیه تو را چی قدر انتظار شد دل من. شبنم آمد به کعبه خورشید، با دلی که دوچار شد دل من. بعد صدها هزار پالایش، ره به ره چشم سار شد دل من. به تنزل بلند مرتبه شد، به تنزل بلند مرتبه شد، هر قدر خاکسار شد دل من. به ترقی شد و فرو افتاد، هر قدر با وقار شد دل من. رفتم و در جریده علوی، نو به نو انتشار شد دل من. عشق آمد چه گوهر یکتا، درج پروردگار شد دل من. و پروفسور استاد ارجمند عمر سفر بسیار تشکر میگوییم. دلهاتان همیشه درج ایزدی باشد که در داخلش دور محبت شاداب بماند. ای دوست از جهان با خود چی میبری؟ ای دوست از جهان با خود چی میبری؟ ای چون همه روان با خود چی میبری؟ نه گل بری نه پول بر درگه قبول، در روز امتحان با خود چی میبری؟ چیزی اگر بری پنهان ز چشم خلق، از چشم حق نهان با خود چی میبری؟ گر دست یافتی بر فتح آسمان، آخر به خاکدان با خود چی میبری؟ زیبا اصالتا فرخ رسالتا، بر رمز ارمغان با خود چی میبری؟ در لوح یادها ماند چو سایه دست، نیکی جاویدان با خود چی میبری؟ خالق من و تو را تمدید عمر کرد، ای جان تو به جان با خود چی میبری؟ نیکو مرام ما فردا سلام ما، حالا نرو بمان با خود چی میبری؟ نروید بمانید، با هم بمانیم. رئیس ارجمند از نام یکایک شما، از نام مردم شریف تاجیکستان و قلمرو صلح به ما یک خلعت پرنگار و گلنگاری بخارایی هدیه کردند. در مثنوی مولانا میگوید که این بخارا منبع دانش بود، پس بخارایی است هر کانش بود. و این دانشوران و بزرگان و فرزانگان و فرهیختگانی که اینجایند همشان بخارایی اند، خوجندی اند، سمرقندی اند، نیشاپوری اند. از بزرگترین شهرهای فرارود و خراسانند، از شهر معرفتند، از قلمرو عشقند و عرفانند. و اما من فکر کردم که امروز من باید به همه شما جامه می دادم.
من باید به شما تمام زیورهای معنوی را هدیه می کردم. در یک شعر که ابتدایی گفته بودیم که برای قامتت از نور جامه می دوزم که غیر این نبود در بساط دیبایم. اما باز هم مولانا می گوید برهنگان ره از آفتاب جامه کنند، برهنگان ره عشق را قبا ندهید. من همه شما را در جامعه ایزیدی می بینم، چون که حکیم فردوسی فرموده خرد مرد را جامعه ایزیدی است. سزاوار خلعت نگاه کن که کیست. سزاوار خلعت همون است که خرد دارد و خرد و تحمل و بزرگی برای مردان جامعه ربانی است. عطوفت و پاکی، صفا و نورانیت برای خانم ها واقعا خلعتی ایزیدی است که برای شما مبارک باشد. وقتی رئیس عزتمند به ما گفتند که مهمان ها را از خارج کشور هم می توانیم دعوت کنیم، من خودداری کردم به دو دلیل. دلیل اول این که به مجرای زندگی این عزیزان نخواستم خلال وارد کنم، به برنامه های آنها شکست وارد شود، آنها را زحمت و رنج راه بخشم. و دلیل دیگر این که یک وقت چند سال قبل استاد بزرگ قرآن پژوه، حافظدان، شناسنده مولانا و عطار و سنایی، شناساننده حضرت اقبال الهه قمشه‌ای به دوشنبه آمده بودند و از محفل هایی که در خرمشهر اکادمیک ناصر جان سلیموف برادر عالی جوهر ما برگزار میکردند، یادشان بود میخواستند بیایند به طواف خجندشهر، به طواف خرمشهر، عزیزان خرمشهر را بینند و صحبت کنند، اما در فرودگاه از رایشان گشتند و به نفرهایی که گسیل میکنند گفتند که ما اگر خرمشهر رفتم و آن عزیزان را دیدم، شاید که با دیدار آنها اخلاصم شکسته گردد. من میخواهم که عشق و خلوص و مهر و ارادت خودم را سلامت به ایران برم. برای همین هم دلیل دوم که گفتیم عزیزان را دعوت نکردیم همین بود که نمیخواستیم که در رهاورد اخلاص گزند یافته داشته باشند. در رهاورد آوری اخلاص نقصان یافته در سفرهایی که از خود میکنی تا دیگران، گفتیم در یک غزل. اما جرأت کردم، جرأت مرا ببخشید، یک نفر دعوت کردم. به چه خاطر؟ برای آنکه هر کجای دنیا در اروپا که می رفتیم، این دوستی عزیز، این برادر و استاد ارجمند همیشه از کشور هلند یعنی گلندیا به صحبت ما پرواز کنان می آمدند. برای آنکه هر جایی که سفرهای داشتیم، دوستی ما سینماگر که هم هستند کارگردان ها را می فرستادند، فیلم بردار ها را می فرستادند که قدم به قدم حرف های ما را که لیاقت شنیدن هم نداشت و سمع و بصری آدم ها را زحمت می داد می برداشت، یعنی به نوار می گرفت. استاد عزیز، محقق ارجمند، شاعر شهیر و برادر عزیز ما، همچنین خویش مستقیم ما که همسرشان تاجیک هستند، شهزاده بانوی سمرقندی یعنی پاچای ما و یزنه ما و ابیره عبدالرحمن جامی، مولانا جامی و چبیره حکیم فردوسی مهدی جامی اینجا هستند. و یک استاد مستقیم من، یک نفر مهربان ما، خویش ما و پیوند ما، الکساندر روبرتویچ گیزر که از ایشان درسی زبان خارجی و ادبیات خارجی را خواندیم. همسر استاد گیزر نتایل شکرونا یک مقاله نوشتن، نامش
Вы помните Фарзона, я все помню. Устод Александр Робертович Хайзер و استاد ارجمند مهدی جامی را به صحنه دعوت میکنم. И я хочу, чтобы еще столько же и дважды столько же вы дарили нам новые стихи с вашим неповторимым поэтическим голосом, в котором так чудесно отражается ваша прекрасная внешность и ваш богатый душевный мир. От имени Германско-Таджикского общества Берлин и Гёте-гимназии Ходжанды хочу преподнести вам скромный подарок. Несколько переводов ваших стихов на немецкий язык, на язык народа, который, как известно, исторически родственен таджикскому. Спасибо вам за то, что вы сделали, и за то, что вы еще сделаете. ما یک کندک هیات را ترجمه کردیم و هیات یک شعر دارد ty далеко, но ты со мной. Каш que мы алмани ро медонистим. И вот музыка приходит вновь, нежданно слышу голос твой. Ты здесь, моя любовь. شما اینجا هستید استاد ارجمند، این عزیزان اینجا هستند که مبارک باد. وقتی که صحبت شد که بیایم در این مجلس با شکوه خدمت بکنیم، خدمت فرزان و بانو برسیم، من فکر کردم که چه هدیه‌ای می شود برای این بانو آورد غیر از آینه‌ای که شعر خود او باشد. بنابراین دفتری از اشعار ایشان فراهم کردم، 100 شعر به تفعول 100 سالگی ایشان و نام این دفتر از شعر خود ایشان هست: مرا ای شعر ترمیم دگر کن. چند کلمه‌ای راجع به همین نیم مصرع فرزان بانو عرض میکنم. برای من اسباب افتخار است که در خجند باستانی مهمانم و در محضر اهل ادب و فرهنگ و تدبیر شهر و جمع نخبگان و فرهیختگان تاجیک چند کلمه‌ای صحبت دارم درباره بانوی فرزانه که آوازش از تاجیکستان و ایران و روسیه به اروپا و امریکا رسیده است. هر جا نام فرزانه خجندی بیاید، بیگمان نام فرهنگ تاجیک به بزرگی یاد خواهد شد. وقتی در کناره سیحون زیبا و ژرف قدم می‌زدیم با یکی از دوستان، از ذهنم گذشت که خجند چه آرامشی دارد و با آن دوست هم عقیده بودیم که این دریا شاهد تاریخی درازدامن است. ذهنش سرشار است از خاطرات خجند. این شهر به من کمک می کند خود را باز یابم و گویی عمارتی شکسته و خسته باشم که خجند آن را ترمیم می کند. پس از ذهنم گذشت: مرا ای شهر ترمیم دگر کن. وقتی به این نکته رسیدم دیدم شعر فرزانه را خجند هم می‌خواند و میگوید این بار خطاب به شعر فرزانه که مرا ای شعر ترمیم دگر کن. دریافتم که این ترمیم بسته به این که مرا چه کسی باشد معناهای مختلف پیدا می کند. فرزانه باشد از شعر می خواهد او را باز سازد.
خجند باشد، از فرزانه می‌خواهد با شعرش آن را باز سازد و هویت تازه بخشد. خواننده غزل فرزانه باشد، خجند را عین شعر و دریای شعر می‌بیند. سیر دریا را شعر دریا می‌بیند و می‌بیند که این دریا او و من و مایان را باز می‌سازد. حقیقت هم همین است. هم آدمی به شعر و هنر زنده و آباد و ترمیم می شود، هم شهر به شعر و هنر زنده و آباد و ترمیم می شود. شاعر شهر و محلی بودن مقام بلندی است. شاعران صمیمی‌اند و صمیمیت نشانه راستی است. شاعری که شاعرانه زندگی کند و در شعر مسکن داشته باشد، شعرش عین راستی است، بی‌ریا و بی‌دروغ، و همین است که ترمیم می کند. راستی و زندگی در راستی و با راستی، زیرا که راستی ما را با خود روبرو می کند. ارزش راستی همین است که آینه ما باشد و ما را نشان دهد، ما را نشان ما دهد، و کسی که خود را یافت جهان را یافته است. از اینجاست که هرچه آبادی است، هرچه بازیابی هویت است و ترمیم است، از راستی است. خجند شهر شعر است و هنر و راستی، و چنین شهری البته شهر فرزانگان است. از استادان ارجمند بسیار تشکر میکنیم. برادر عزیز ما مهدی جامی با آنکه مقیم هلند هستند، ببینید که کتاب را در ایالات متحده آمریکا به چاپ رسانیدند و اون شعری که خواندن مرا ای شعر ترمیم دیگر کن، در داخلش یک بیت دارد: به قلب من که چون ممنوعگاه است، اجازت نامه دادم گذر کن. و ما هم اجازت می دهیم به دلهامان که انسان‌های دلنورد و جان سپر سفر بکنند. استاد ارجمند هنر، پسری سرفراز استاد لایق شیرعلی، افضلشاه شادی، هنرمند مردمی تاجیکستان آمده اند. استاد افضلشاه را من پرسیدم که استاد شما کدام شعر را میخوانید؟ گفتند کدامش را خوانم؟ بعد گفتند که اگر من شعر جوانی رفت را خوانم، از آثار استاد لایق هم روی استاد شاد میشد و هم طبع مردم خوش میشد. برای ما همین چیز مایه حیرت است که از رفتن جوانی اصلا باید اینقدر شادی نکنند، اما وقتی استاد افضلشاه میخوانند مثل اینکه دیگر باره پیام آمدن نوجوانی را میداده باشند. آمدنم رفتن است، رفتن من آمدن، بین من و عرش است کشمکشی تن به تن. آن طرفی پنجره هست پیشای باغ، هست پیشای دل، آن طرفی پیرهن. پنجره را باز کن بر تپشی سبزی با فاصله بسیار نیست، از قفست تا چمن عاقبتت بندگی است، آخرتت زندگی است.
ای دلی آسی نکن، این همه بردار زن. بر روی ره گلی پژمرده دیدم، لگد مال از تو می نالد نهانی. زمان زیبی کاکل بودم اکنون جوانی و جوانی و جوانی. بدیدم نان پر از بالی کبوتر به دستی مادرم، با به زبانی بر روی نان زده، بر روی نان زده هر بار می گفت جوانی و جوانی و جوانی. جوانی گرچه در هر کاری خیره، و مثل پندی سعدی جاویدانی. ولی آن کیست که هرگه نگوید جوانی و جوانی و جوانی. سود از زر علا یاری زرافشانی. جوانی را چی هست از لعل شوخی بدخشانی. جوانی را چی دانا بود چی زیبا بود چی جویا بود، اما زود به نادانی و حیرانی و سرسانی. جوانی رفت به نادانی و حیرانی و سرسانی. جوانی رفت لحظه شیرین شکستان کاسه زرین. کجا آن کاسه و آن کاسه گردان. جوانی رفت بگفتی تلخ و دردی، نامه های سوزناکم رو خطی بطلان زدی شیرین خطلانی. جوانی رفت خطی بطلان زدی شیرینی خوجندی. جوانی رفت بریزم اختران از آسمان برخواد با که نیست. که با آهو دریغا و پشیمانی. جوانی رفت نه دریا خشک شد نه مخزن را رهزن بیربود. جوانی رفت ای سبزینه میدانی. جوانی رفت جوانی رفت ای سبزینه میدانی. جوانی رفت
پیشگویی ما چیست؟ آغاز جوانی نو است، بایدت نو جاده و نو سبک و فرداساز شد. هنروران بزرگ مثل استاد لایق، مثل فرزند عزیزشان افضل شادی همیشه در مرحله شباب میمانند. آنسان که حضرت حافظ میگوید رونق عهد شباب است دیگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. عجب که بزرگای ما به سخن به حد سلطنت داشتند که ناتصویر است. حتی کلمه های پرسیتیز و واژه های به تعبیر مولانا دلرنجان را هم آنها ملیح میکردند، با نزاکت میکردند. حرف حقارت را آنچنان پهلو میگرداندند که سخنی محبت شود. مثلا ملک شعرا میگوید که زن یکی بیش نبر، چون که بود فتنه و شر، فتنه آن به که در اطراف تو کمتر باشد. بینید فتنه به معنای خودش آمده است. اما در مثنوی یک بیت هست که میگوید ناخوشی او خوش بود در جان من، جان فدای یار دلرنجان من. و ما گفتیم واژه های دلرنجان، اگر یگان کس به ما گوید که خطاب کند که ای فتنه، یا اینکه بگوید که ای بوقلمون و رنگامیز، یعنی رنگامیز بوقلمون، یا گوید که ای نامسلمان، این بزرگترین حقارت است. اما بینید که این را بزرگان ما چقدر زیبا میتوانند به حرفی ملاحت تبدیل دهند. وقتی مولانا میگوید که ای فتنه روم و حبش، ای فتنه روم و حبش، حیران شدم زین بوی خوش، پیراهن یوسف بود یا که روان مصطفی. فتنه را به چه معنی استفاده بود؟ به معنی آدم ربا، محبوب، عزیز. بینید یک کلمه بیزیبه که فتنه چقدر زیبایی یافت در زبان جلال الدین بلخی. یا حضرت لسان الغیب ما میگوید که دلم رمیده لولی وشست شورانگیز، دروغ وعده و قتال وضع و رنگامیز. پی هم چقدر حرفهای دلرنجان، اما همش اصل محبت است، اصل نجابت است. یا شیخ کمال میگوید که شنیدم که چشمش مسلمان کش است، مرا پیش آن نامسلمان رسان. اگر شما اجازه دهید حالا با هم پیام شیخ کمال را از زبان خواهر عزیزمان هنرمند مردمی تاجیکستان خاصیت زرافشانی میشنویم. اپای خاصیت بانو و 6 شعر ما آهنگ بستند و در ادوار کشیدند. اما ما خواستیم که امروز با هم مژده شیخ کمال را شنویم که میگوید صبا ز دوست پیام به سوی ما آورد، به همدمان کهن دوستی به جا آورد. رسید باد مسیحا دم دلی بیمار برار سر، که طبیب آمد و دوا آورد. حالا که طبیبان هم آمدند و دوا بخشان هم و برای ما جان داروی مومیایی آوردند، یعنی شما هستید طبیب جانها، یعنی شما هستید پزشکی عیسوی نفس که ریش‌های دل آدم‌ها را مداوا می‌کنید. سوی ما آمد و همدمان کهن دوستی به جا آمد. رسید باد مسیحا دم دلی بیمار برار سر که طبیب آمد و دوا آمد. صبا ز دوست پیام به سوی ما آمد.
وفا آمد سباز دوست پیام بسوی ما آمد شبی فراق شد اشکی دو دیده دور بارم چو در خیال منان لعل جان فزا آمد کمال دانه دل با کبوتر در باز که نامه به تو از یار آشنا کمال دانه دل با کبوتر در باز که نامه به تو از یار آشنا آمد سباز دوست پیام به سوی ما آمد به همدمانی کهن دوستی به جا آمد رسید بادی مسیحا دمی دلی بیمار برار سر کی طبیب آمد و دوا آورد سبازی دوست پیام به سوی ما آورد به همدمانی کهن دوستی به جا آورد برار سر کی طبیب آمد و دوا آورد گویم دعا و عمری ابد خواهم از خدا گویم دعا و عمری ابد خواهیم از خدا تا عمر خیش صرف کنیم در دعای تو سربلند باشیم شیخ کمال برای خواهربانوی نازنین ما هنرمندی بسیار تازه اجازی ما خاصیت بانوی زرفشانی میگوید که دل زنده شد از بوی تو مرا ساخت خاصیت خاکی سرکوی تو مرا ساخت و در یک غزل دیگر رخ چنان که تو داری کدام مه دارد خدا همیشه ز چشم بدت نگه دارد نفسی تازه کشم عمری نو آغاز کنم بعد صد ناز و عشقت در دل باز کنم همچنان مرغ کمندر قفسی صبر اسیر بکنم توری قفس سوی تو پرواز کنم بکنم توری قفس سوی تو پرواز کنم خواهر ما اولین هنرمنده که شعر ما را آهنگ بسته بودند و می‌خواندند که لبسترانه فرو بسته مرغکان بهار نمانده در بغل آفتاب نور و شرار ز ساحلان بکند موج آرمیده فرار عزیز من تو کجایی بهار میگذرد اما تیر ما هم زیباست همینطور نه برخا و گل بخار سوگند بر 5 و 6 و 4 سوگند بر 33 مهره درخشان با نام عزیز یار سوگند خوشبخت‌ترین کسی جهانم بر ریش دل فگار سوگند بر حرمت چشم تو شدم سبز بر آمدن بهار سوگند امروز من و همیشه من باشی و پریر و پار سوگند در بین من و تو یگانه ساقط شد از اعتبار سوگند به هیچ قسم تو اصل عشقی ای دوست سوی گذار سوگند با عشق تو مردم و نمردم سوگند 1000 بار سوگند و این سوگند نامه ما را استاد ارجمند هنرمند خلقی تاجیکستان آرتیق قادر
دیگر باره به سهم شما میرسانم. پای ملخ پیش سلیمان بردن عیب است ولیکن هنر است از موری. این یک ارمغانی که با هنرمندان شرکت روخام برادر بسیار عزیز ما مفرح سروری این شرکت را بازی دارد با عکس استاد ارجمند و یک شاهبیت بسیار زیبایشان در سنگ بسیار نادر و بسیار قیمتبهای کوهستان خود تاجیکستان حکاکی کردند. ما جوانی نادر خود را در پی چون سیگار سوخته می پرتاییم و فراموش می کنیم. ما حسن ساده را با آب و رنگ کیمیا چون جمله مرکب دشوار می کنیم. ما نگه را به تماشای هیچ می بخشیم. ما فردا هم هدگی دوش را می کنیم. وقار باده ما تند می دواند ماشین های رنگین را و با سرعت دیوانه شهر کاهیل را آشفته می کند. شب که می آید چراغی شبکده ها برق می زنند با خط زرنگار مرحمت نمایی. آره، برای کشتن ایمان، برای سوختن وقت، برای ازدواج کردن با جهل مرحمت نمایی. ما پیری لرزانک خود را با عصاچوب می کشانیم به سوی مسجد و به ناچار خدا می گوییم. ترس هادی رحیم است، نه عشق، نه عشق. افسوس یک حبیب نمی آید، یک حبیب اسرار که برای نفس کشیدن امید فضای بخشد. افسوس یک نجیب نمی آید، یک نجیب بیدار که این جوانی و پیری بی سعادت را محتوای بخشد. بر قرن نو رسیدیم با روح ابتدایی. معمار نوگران نیست فکر گلی و لایی. مغز قدیمی ما چون ساعتی است خفته. لاف نبوغ کم زن ای شمس ناشکفته. گسترده ایم ظلمت در پیش راه فردا. چشمان ما ندارد ذوق نگاه فردا. فردا چه هست؟ فردا یک کهنه روز پیر است، زیرا تفکر ما یک کهنه دوز پیر است. در این محله شاید روحی خجسته نیست، در
پشتی رسته هایش از خیش رسته نیست. مستانی خیره مغزش در مرده آب رفته، از عشق و دخمسه دور قوم به خواب رفته. اما از این زلالت باید برون خزیدن، بعد از هزار رحلت در خود نوید دمیدن. باید به زندگانی منظور کرد خود را، در این خرابه نفس معمور کرد خود را. در بام بینوای رخشید ماهواره، پیوست یک دهاتی با سومین هزاره. با این بشارت نیک روشن کنم دلم را، تحریک سبز بخشم ایمانی بسمیلم را. دیگر نمی نگرم به زندگی چو به یک پرده خاکستر رنگ. با آسمانی مدورتر از شماره صفر چو به پیشانه تنگ. و صبحگاه چو بر پیراهنی آب شسته و کهنه، به شاخسار برهنه چو به سیم سیاه پنجره زندان. به هر رهگذر ناشناسی کوچه و کو چو بر نبیره شیطان. نفری میپرسد از من بهار کی می آید؟ و من جواب میدهم بهار می آید. گاهی برخوردی نازنینی دو تبسم مثل قران انجم. یعنی آن روز که یک مرد دغل بار نخستین به همسرش دستگل هدیه می بیارد. یعنی آن روز که از گوشه لبهای یتیم شربت افلیسون می شارد. یعنی آن روز که باباهای برفی آفتابی می شوند و در کلبارهای ارغوانیشان صبح آینده طفلان را تحفه می آرند. یعنی آن روز که صاحب مقام بی مسئله خود به خود می گوید بعد از این دیگر هیچگاه حقیقت را با پول